استاد زن یا مردهایی که در مسجدهای نصرانی ها کار میکنند عائله‌دار نمیشوند، سببش در چی باشد؟ یعنی در البته چیزی که در همین هر یک دین با خود رویه های زیادی دارد. در نصرانی ها هم دلالتی هست که اگر زنی که شوهر نمیکند یا مردی که زن نمیگیرد، اینها گویم اکو از حساب همون توفیقشان یا تقواشان از دیگر پیروهای نصرانی فرق میکنند. یعنی اونها وقتی که زن نگیرن و یا اینکه اگر به شرطی که شوهر نمیکرده‌اند با زمینی قدری که نفس در اونا غلبه میکنه و اینها گویم که نفس مثال لجام کردگی قپیدگی و می کار نمیکنن، به همین سبب یعنی قدر و منزلتشان در همون از نگاه دینشان زیاده بلنده. اینا به همون خاطر از حالی در خدا مانم برادر عزیز بعضی خرافات ها هست. من یک حکایه را برای شما میکنم، چیزی که در همین تاجیکستان ما رخ دادگیه. وقتی من در یک خانه دعوت کردن در همین دوشنبه، بچه ها همه شاید ولی همین قصه را هم برادرها گوش کنن، لیکن اگر چندی من نام نمیبرم، این بچه ها همه در شهرهای روسیه کار میکردن. بچه های بگیم علاقه حسابی که شرایط دار، امکانیت دار، بچه های بدولت هم. پدر همین بچه ها در یکی از شیخ های بگیم همین تاجیکستانی ما مرید می شود، شاگرد می شود و با پول همین بچه‌ک های همین بگیم همین مرد همو پیر شو و آتش همین بچه‌ک ها حج روان میکنن. میروان در نزد خانه کعبه، بعد همون مرشید بگیم یا همون پیرش همین مرده که میگد که اگر تو بخوای که دعاات پیش الله قبول شود، اگر تو بخوای که پیش خداوند محبوبیت پیدا کنی، همین پیش خانه کعبه دا قسم میخوری که دیگر من با زنم همخوابه نمیشم. این مرده که وقت پیرش که دلالت به این کار که میکنه، آدمی بی سواد آخی، ولی همین هرچی همین راه رویشی همین طریقت صوفیگی را به اعتبار و به اهمیت و خنداور کردگیان، همون مرشیدای بی سواد، همون پیرهای بی سواد و همین شاگردای بی علم، همین ها آبروی همین راه رویش از بین بردن. و الهی در پیشتر بسیار یک گویم نفرهای مرشد میشیدن که همه علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه داشتن. مریدهای مرید میشیدن که همه اونها طالب علم بدن. وقتی به دستی بی سوادا که زد، این چیز بعد اعتبارش گم کرد. این مردک میگه وقتی که پیرم کی گپ زده، همونجا عهد و پیمان میکنن. برادرای عزیز، وقتی که حج میآید، اگه زن داره فرزنداش هست آخی، پیش زنش میگه که من در پیش خانه کعبه همین خیلی قسم خوردم و پیر مرا قسم دادو، من دیگر نمیتونم با تو در یک جایگاه خواب همخوابه شیدن و جایگاه خواب تجدا که جایگاه خواب من جدا میکنم. من وظیفه ها دارم، من باید وظیفه های خود من اجرا کنم. از همین بین برادرها 7 سال میگذرد. تصور کنین 7 سال میگذرد، همین مردک جدا، زنک جدا.
عاقبت خیلی و خیلی این مردک دیگر مشکلش میآید. و بیننده هر یک کاری را که شریعت وقتی که معین نکرده، وقتی ما از نافهمی و بی علمی من همین چیزا برای خودمان انتخاب میکنیم، بعد زور من میاد. بعدا بچه هاش میگه که بچه هم همین خیلی کار شیدگی هایو چیکار کنم؟ بعد بچه هاش خدا توفیق دید، میگه که بیایم بابای حاجی را فیراد کنیم، یک بار همه را پرسیم که همین چی میگه. بعد ما رفتیم، بسیار خیر خداوند برکت چون بسیار استقبال خوب گرفتن. بعد استقبال میدونم که همو پیری پدرشون در بر بالا نشستگی های. خیلی ما قطعی مردم سلام کردیم. انا گویم یک قایده به دست در اون مرده که پیرشون که در همو قطاری که باید وای میشیشته است، اینا که حساب کنیم که اگر بالای خانه یگان 3.5-4 متر باشد، در همو یک کرپچه 3.5-4 متر باید وای تنها شیند. هیچ کس در پهلوی او حقی نشستن نداشته. شما گوش کنین که ولی ما نصرانی ها را میگیم زن نمیگیرن، شوهر نمیکنن. این مسلمان های خودمان در همین عصری که همین قدر الحمدلله علم پیشرفته. بعد ما خیلی این چیزا را که راستی انا شکلی دیگر شکلی خواندیم، ما سلام کردیم، هم تا به ترتیب رفتیم در همون پهلوی همون شیخ نشستیم. راستی شیخ به طرف ما هم نگاه هم نکرد، دعا هم نکرد، از آمدن ما ناراحت هم شید. لیکن در خانه شاید یگان 70-80 آدم نشستگی بود، بسیار خانه کلام بود. بعد از آن برادران عزیز شیخ درو همون بچه‌های همون خانه رو فیراد کرد که پدرتون رو فیراد کنین، یعنی همون مریچه آمد گفت من یک جا دعوتی هم گفت من دعا میکنم. خیلی گفتن مالش دعا کن. دعا کرد، خیس رفت. بعد مردم مقصد مرا که دیدن گفتن بابای حاجی قریب یگان ساعت 6 در همین جای اشتگیم، مقصد خب بسیار مانده شدیم، یگان صحبت که یگان لذت بریم. من صحبت کردم، تمام کردم برادر عزیزم. بعدی صحبت کردن وقتی که دعا کرده میخستم، بچه ها گفتن همینجا یک کار حاجی بابا، همین کار در ما را یاردم کرد. گفتم مایلش بردنم خانه دیگر خانه، پدر آوردن همین چیزی که من حکایه کردم، همین را هم پدر گفت که من همین خیلی عهد پیمان کردم. من با دانستگی من برادر عزیز من همین خیلی گفتم پیر چند زن داره؟ با دانستگی من پیرش 4 زن داره. من گفتم اگر همون مقام و مرتبه و منزلتی که برای تو همین پیر راضی شده است و تو را در همون راه دلالت کرده، چرا خودش همین کار نمیکنه؟ عزیزای خدا میگفتن واعظان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. چرا با 4 زنش لذت راحت میبره و با اون مقصد درجه مرشدی و پیری را دارد و برای تو یک زنم یا نزدیکی شدن به زن حلالی خودت نادرست بوده؟ من گفتم تقصیر گفتم همین قد سال تو در پیش الله مهربان یک بنده گناهگاری، همین قد سالی که تو تسبیح گفته، همین قد سالی که تو عبادت کرده، حساب کن که به همون یک آه دلی که زنی تو در او خانه است برابر نمی شود. او غمی که در دل او هست، تنهایی که در مثال او زن هست، تو شب تا روز نماز بخوان، یک قطره آب چشم او بالا همین نمازهای تای. من گفتم تو اگر پیش همون پیرت میگفتی من این گپا را میزدم، چرا در پیش پیرت نگفتی؟ برای همین گفتم تقصیر رو به سوی قبله بیار.
از الله مهربان آمرزش طلب کن که من در حق خودم در حق خانمم جفا کردم. چکار کنم؟ ایروی جهل و جاهلیم بود، ایروی نادانیم بود. خدای مهربان مرا ببخش. گفتم فیراد کنین آیلش آمد. گفتم ای آیلت بخشیش بپرس که من همین قصال در حقیقت جفا کردم. بخشیش پرسید. گفتم دست دراز که دستی او را بقب میلرزه. همین مردک ای سخن الله و رسول آوردم، ای سخن پیرش ترسیده سای. همراه هم رفت سلام کرد با او زنک خوب، زنک مسلمان. ای پیشانی مردکش بوسه کرد. من گفتم انشاءالله کار شما نیک خیر شد. بینیم برادرای عزیز و گرامی، در همین دوره که همین قدر علم و این قدر الحمدلله فهمیشا و دعوتها زیاده، چگونه مثال بعضی نفرها مردم گمراه میکنن. و یک حدیث مشهور داریم که 3 نفر خانه پیغمبر آمد. چی گفت؟ آمدن از عبادت پیغمبر پرسیدن و هر 3 همینا عبادت پیغمبر کم شماریدن. یک تاش گفت که من دیگر شب خواب نمیکنم. یک تای دیگرش گفت که من تماما بزنم هم خوابگی نمیکنم. یک تای دیگرش گفت که من تمام عمر روزه میگیرم. پیغمبر وقتی خانهش آمد گپی همین 3 نفر ای زن شنید و مسجد رفت. گفتم 3 نفره که خانه من رفته بودین شما بودین؟ آه بله. گفت من به شما میگویم که شما هم تصمیم را شما گرفتین که من شب خواب نمیکنم، تمام سال روزه میگیرم، بازم هم خوابگی نمیکنم. گفت بله ما گفتیم. گفت شما دانه که شما به مقدار من از خدا میترسین. یعنی اگر ترسی 3 نفر شما نه، ترسی تمام عالم اسلام جمع کنین، با ترسی من برابر نمیشود. من از پروردگارم زیاد میترسم. لیکن باش هر سه شما گفت یک چی گفتنیم، من رغب عن سنتی فلیس منی. اگر از سنت من یک وجب دور میرین، شما امت من نیستین. من نفری هستم که شب خواب میکنم. من نفری هستم که تمام سال روزه نمیگیرم. من نفری هستم که با زنم هم خوابگی میکنم. فهمیدین؟ گفتم فهمیدیم. این از تعلیمات دینی ما برادر عزیز. خدای مهربان تنی صحت من بتو ایمان کامل نصیب من گردونه. آمین یا رب العالمین.